در خط مقدم دشمن در این کارزار آمریکا قرار داره. علت این که ما رو آمریکا تکیه میکنیم، اصرار داریم، اینه که خط مقدم آمریکاست. دیگران هم هستن اما پشت سر آمریکا. همه رؤسای جمهور این سالهای متمادی این چند دهه انقلاب، رؤسای جمهور آمریکا در این خط مقدم با جمهوری اسلامی جنگیدن. حالا کجا هستن؟ بعضی نابود شدن، طلب شدن، از بین رفتن، بعضی هم در زباله‌دان تاریخ افتادن، ولو زنده هم باشن. از کارتر و کلینتون و اوبامای دموکرات بگیرید تا ریگان و بوش و این جمهوری خواه و تا اون سبک مغز قبلی و تا این بنده خدای بیهوش و حواس فعلی که میخواد ایران رو نجات بده، مردم ایران نجات بده، همهشون بی استثنا در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. هر کسی هم که توانستند از دوستان خودشون رو به کار گرفتن. رژیم صهیونیستی رو بالخصوص تحریک کردند، کمک کردند. حالا گفته میشه که رژیم صهیونیستی رژیم غاصب اونها رو تحریک میکنه. بله ممکنه در مواردی هم اینجور باشه، اما سگ زنجیری اونهاست. سگ ها رو اونها در منطقه است، وظیفش اینه که در منطقه افساد کنه، فشار بیاره. بعض از دولت‌های دیگه این منطقه هم متاسفانه همراهی کردن با او. خب البته ضربه‌هایی هم وارد کردن، نه اینکه هیچ، اما مجموعاً ناکام موندن.